حضرت سلطان خطاب و هفتوانه افرمایی که بان بنشینه نام جمع هفتنش بوسن سرپا و حضور جمع حالت دالر منصور و احترام 20 شبانه روز ریاضت بکشید. در این بابت حضرت سلطان افرمایی هفت لالم نیشو. لاله منظور هفت توانه است. لاله معنی لعل بیده چیز گرانبها. هفت لالم نیشو هفت لالم ندور جمع ویم نیشو. افرمای من نیشم نام جمع بانه حالی چه نام مرد هفت توانیش بان نیش نده. هفت مور مونی دمارشان ایشو او سر و پایی ریاضت کیشو. هفت مورم هفت تنیش مونی امر باید بوسن سر پا به حضور جمع و ریاضت بکشید تا که یارسان نامشان نوشو تا ازش بهرم پریشان یوشو. افرمای هفت توانه بنشینه دور جمع خان هفت تنش بوسن سرپا دارن منصور و حالت احترام و حضور جمع تا منی شروع بکنم خلات و بشکنده. حضرت سلطان و حضرت پیر بنیامین افرمایی که دیو دوی ذات بشکه نور و آفتایی رو تا بشکری نور و آفتایی. افرمای ذات بشه هفتنده سرومان لوان چوارم زیایی بدره ساقی کوسر ماتاوی. سروزه دری و وشوش تمام و روز چوارم که ایده دری اکید روز سوم که تمامی خوشون شیشکیش کشریا و 71 پیریش پایان شناسین فعلا آن دیشت مرد منتظرن. حضرت سلطان و داود فرمایی که در این مربو است مبادا که غیر خار ای جمعی مبینی. فریاد ببسته فریاد قاپی مر نبد ببسته درجش غیر بود او هم پیوسته. در برودی بای یک و کسی که او در برودی نمی تا نیونی ندلی روحان گسته تا روح او بدان بشونه چیچه کرد نان نامرنان نیمه چرکی من بمدران چادیم مزار خسته بوسن پشت مرد بدان نبینی و ای جمع مسته. بدل نباید جمع یاران بینن نبینان دیده جام و السته یانه شکاکان رمیا و پرسته بزم و باقیم پی نیکان پرسته. ای جمع و ای بزم و باقی من ارا نیکان من ارا بدانش که خونه او وجود یا نه او جمعخانه وجود یا نه او باطن یا نه رمیا و تمام چیه پیکاری و ای جمع و باقی من ارا یارانی که و نیکان و یاران خاص من. بنابراین غیر نباد جمع یار بوده. حضرت پیر بنیامین پرتو او نور آفتاب که ذات بشکه داودیش امر حضرت سلطان اجرا که حضرت داود در جواب حضرت سلطان فرمای آزیز ها بستم آزیز قاپی مر چبدان بستم نمیو روحشان پیدیم و رستم صف بستم روح و بدان چاپ هستم محرومنی چه دین الستم بد کی دین جمع شاه سرمستم. افرمای قاپی
در این مرة و بدان بستم، روح بدلیش و پشت مردیشت مر صف کشانه و بدان محرومن و جمع یاری. و اونه که باید این جمع حضرت سلطانه و چپوی. بعد از این جریان همچنان که حضرت سلطان به نام جمع نشته و هفتوانه خانه دوری به نام جمع نشتنه و نام مغنو و هفتنش خانه حضور جمع. حضرت سلطان به حضرت پیر بنیامین افرمای، البته دیگه روز چوارم که روز عید یاریه و حضرت پیر بنیامین افرمای کلام گوش تا ایمیش چپ بکتیم و جوابیم. حضرت پیر بنیامین این کلام فرموشه که حبل جاودی یا حق اسحاق چی مرجن یا شاه اسحاق. البته این کلام طولانیه. حضرت پیر بنیامین این کلام اخونی و یارانی چپ کتن و جوابین و مس ذاتون و داخل مر. بعد از اینکه حضرت پیر بنیامین این کلام تمام کرد، حضرت سلطان و شیخ ناجی فرمای که خلات بپوشنه ولی هفتن. حضرت سلطان فرمود که این هفت خلعت من در عالم سر در عالم باطن خلق کردم و امانت نیام لا شیخ موسی سر حلقه هفتوانه و شیخ ناجی و شیخ موسی بسنه تا هفتن خلعت پوشان کنه. این هفت خلعت این هفت خلات شامل این هفت است. یک در خلعت حضرت پیر بنیامین، دو گوهر خلعت حضرت داود، سه صدف خلعت حضرت پیر موسی، چهار شبه خلعت حضرت مصطفی، پنج لؤلؤ خلعت حضرت رزبار، شش یاقوت خلعت حضرت زردبان آقا یادگار، هفت عقیق یا در کلام یعقیق خلعت حضرت روشیار یا شاعر. در اصل خلعت خود حضرت سلطانش الماس که اول فلسفه جداگانه دید ایره مورد بحث نیست. در این بابت حضرت سلطان افرمای جوهر درن، خلات روتاف جوهر درن، ساخته و نورینن چاکان حرن، خلات فریاد گوهر گرن. گر و ایده به معنی درخشان. صاف صدفن خلات و رهن صاف صدفن، خلات و قهار شب و سیاه کفن،
شب رونقی ساج و سر زفن. خب خلاطی که مایه و دود ساجنا دارید سیاهی. خلاط و حاطف لؤلؤ سرقفن، حاطفم دایرا ازی منفن. خلاط و حسین جام و سنجفن، ساخته یاقوتی از الاشرفن. خلاط و حسن جام و مجرفن، ساخته یعقیقی نورین مصرفن. او هفت ملکن، ملکه منظور هفت تنه. حضرت سلطان فرمایید او هفت ملکم ناجی بپوشان، او هفت ملکم کرشان نور بافته و فلکم. ها بیشان چوکان الماس و لکم. و شیخ ناجی فرماید که این خلاطه لکه فرموش کرد، فرماید که هر کدام بکبر یکی و هفتن، هر کدام خلاط خویان بکبر هفتن. بعد از خلعت پوشان هفتن و دیشت مریش پوشون چیشک یکی به بین بردنن و هفتاد و یک پیر منتظرن خانه دیشت مرد. حضرت سلطان و داود فرماید چون 72 پیر خانه اداره حضرت داود و داود فرماید که مشت خاک بپاشم مل 71 پیر تا دیده باطنم بینا خواهینا بشناس بانه حضور. داود مشت خاک پاشم مل 71 پیر دیده آن دیده باطنیان بینا و یکی خواهیان اشناسن و اچنه در مر یکی و 71 پیر و نام پیر خدر شاهوی و نمایندگی او 71 پیره اچه نام مر و حضور حضرت سلطان گزارش و همچنین دستورات و حضرت سلطان اگرید منتقله که 71 پیر در این بابت البته پیر خدر شاهوی نفر دوم 72 پیره که در فردیور و نام پیر نریمان شاهوی اگه حضور حضرت سلطان در این بابت پیر خدر شاهوی فرمای خواجه غلامان سلطان رنگین خواجه غلامان چاکوی برزنجان نداد سلامان هم نوشاد پیمان جار و بلامان لطف فریادی بی و کلامان روشن بیمان بی خاک و جلامان هم رجیایم او نور زرد طلا و حضور حضرت سلطان التجا که فرمای لطف حضرت داود بی که دیدمان روشن کرد و ایمه و ذات خوی رجیم. حضرت سلطان در جواب میر خدر فرمای میر خدر شاهو میر خدر دوست زید کوی شاهو از پی خاطرتان نمانام آشو شمم کد زوال خاران بدخو واتم حق شام و دستان گنو بکردی حق جنگ مدین رو تا قهار روحشان و رای بد بزو تا شمیش بیدی وی جمع وشخو
شاد بودی به دین یاران هیهو، خیزنام فتنه تا بد بر بلو، وی بهانه جنگ دوست آور می. افرمای این جریان چیچک حضرت سلطان افرمایی و خطاب و میرخدر شاهوی افرمایی که این جریان چیچک وام و وجود ها داد بتیم که انتقام خودتان در او زمان در سر کربلا که شهید بیتان انتقام خودتان به این بدل بسنید و بهانه جنگ بهانه بی برای که هوا بار ما حضور. حضرت سلطان و میرخدر فرمای که تو به نمایندگی و طرفی من بچو به 71 تیر بوش، هر کدام بچین سر مال و زندگی خودتان، بعد از 40 روز قبض روح اوتان، بعداً اشار روحتان پخش و سراسر دنیا، بعداً و پردیور و نام 72 پیر هر کدام یک سرزمینی دوباره جمعتان کرد. میرخدر و حضور حضرت سلطان همتت وی و مر خارج و 71 روشی که بشیم سر مال و زندگی و از سر مال و زندگی هم بعدنش قبض رو و در تبلیغت و صورت 72 پیر دواره جمع. بنابراین در داخل مر حضرت سلطان و 707 توانه حضور دارد، در خارج مریش خشون چیچک و بنچیه فقط 3 نفر شیخ قادر و شیخ خضر و شیخ سلامت اویش حضرت سلطان افرمای ایستیانه فقط باید ببینه بچن ای جریان ارا دیگران تعریف بکن تا دیگران دی قصد بیان یاران نکن. بعد حضرت سلطان در درون مر در داخل مر و یاران فرمای موبوب عادت ایر روژم موبوب عادت، یاران مو گیرو ایرو ریاضت، ریاضت شما کشان بو شادت، ای امر و راست سید و سادت، بوتا ببینان ای پا ایستادت. حضرت سلطان فرمایی که ای عبادت و روژه سروژه باید بو عادت ارای رسان، ای ریاضت و همه بو الگوی ارای رسان، ای امر و راست سید و سادت، ای امر ای روژه گردنه ای عبادت ای ریاضت ارا تمام یارسان، چه سید و چه غیر سید. و ای عبادت همیشه ریاضت شما کشان بوشادت و سرمشق من بعد ارای یارسان، رای نامورتان اینا مو و قول رای نامورتان، نه عشق و شما روشا و سمرتان، هر یکی 3 ساعت مو و هدرتان، 24 ساعت بو و لنگرتان، روژه و گیر رو هی 7 مظهرتان، نه عشق شما شو و بشرتان، یاران بگیرا شیکوی ای سرتان، تا چو سر ژیتان بوینان ممرتان، ممر و عشقی پیاله و کوثرتان. جریان مرنوم مختص 7 تن و خود حضرت سلطان اون 8. هر 24 ساعتش یک شبانه روز 24 ساعت، وقتی که تقسیم بر 8 بود هر کدام و 7 تن و خود حضرت سلطان
3 ساعت مأموریت دارن که بشن مأموریت خودن انجام بیان. یعنی آنچه که در عالم دور انجام دانه، آنچه که در عالم بیجور انجام دانه، آنچه که در عالم خلقت انجام دانه ویر بازگو در مردم. چون حضرت سلطان فرمود که هر یکی 3 ساعت موحده رضا، هر روزی که شب و روزی که 24 ساعته، هر کدام 3 ساعت مربوط به هفتن، 3 ساعتی شب فرمود مربوط به خواهم و گرد همه او من 8 بنابراین بود 24 ساعت. ازیش 3 ساعتی ازیش نورم مگنو 3 ساعتی اوی باشه منیش جورو همه 3 ساعته، باشه منیش این باشه همه به هفتن بشه، هر کدام 3 ساعت باشه تانه منیش 24 ساعت 3 ساعت باشه تان چنی باشه ما قاطی شما هفتندی از 8م هاتی و هفتی تان منیش نفر 8م که خاتم است نامتان. بنابراین باشه من جوریه کرد پیش فرقی نیم. 8مین نان قافی و حیاتی، 8 قافی و بهشت شادی و مماتی. دین یاری تشریف لیسد بهشت که افرمون این بهشت 8 در برید، این 8 در هفته که مربوط به هفتنه، یکیش مربوط به خود حضرت سلطان و 8. 2 هفتم 14 قن نباتی افرمای 2 هفتم یعنی هفتن و هفتوانه جمعا 14 نفر قن نباتی، یعنی نه قن ارام از شیرینه، همیشه همینه نواد ارام از شیرینه، هیچ فرقی به ما بین یا نیم. از البته به ایره توضیح بیم که طبق کلام که حضرت سلطان افرمای بین یارانم هیچ گونه اختلاف فرق وجود ندید در جای که افرمای مگر اینکه وظیفه پیش بود. وقتی که وظیفه پیشتی اوسا اولویتا شروع بیره که افرمای 2 هفتم 14 قرن نباتی، افرمای 2 هفتم هفتن و هفتوانه ارام فرقی نید، اما وقتی که وظیفه پیشتی اوسا اولویتا شروع. وقتی که کلمه شرط پیشتی به عنوان مثال بنیامین اولویتی، کلمه رهبری پیشتی داود، فریاد رسی داود اولویتی، وقتی که دعای نظری پیشتی هفتوانه اولویت داریم بر هفتن، زیرا هفتن حق دعای نظری نیرم فقط هفتوانه باید نظری دعا. از ویم انان مور 8مین ذاتی، از ویم 15مین 14 پاختاتی، هفتن و هفتوانه 14 خواهمیش این نفر جور همه اون 15 نفر. بنابراین هفتن که هر کدام یکی 3 ساعت هر شبانه روزی یکی 3 ساعت مأموریت داره، چون مأموریت انجام میدن و خود حضرت سلطان مأموریت انجام میدن، باز مأموریت مطلب زیاده مورد بحث این قسمت نیست، چون باز بچم عالم دور در دیوان قالب و دیوان چلتن و سایر کلامل یاری اشاره بیه به این مأموریت فقط به عنوان نمونه او 3 ساعته که مربوط به حضرت سلطانه به عنوان نمونه به ایره عرض کرد. حضرت سلطان فرمای را یری روی اینا نیام روشت را یری روی ازل قاب و درکوی ها و یری سازام سرمو بره منظور سرنخ خلقت. فرمای و یری ساعت و 3 ساعتی که متعلق به مبی چیم او عالم خلقت کائنات شروع کردم. تا 1 ساعت سما ساخته چاهوی، صفو ستاران رازنام اردوی، کم روشنیش بست نبی جوی. فرمای در عالم دیجور او 1 ساعت اولیه آسمان خلق کردم، بعد ستارگان خلق کردم، اما
این ستاره لا اقواتر روشنای نیاشتن که عالم دیجوره روشن بکن. ساعت و دومین ها سازنا مان ساعت و دومین هم پاک نبی پاک دیجور تمین تمام روشنیش ندا و جمین. افرمایید ساعت دوم مانگ خلق کردن. وقتی که مانگش قرار آمد در آسمان، باز نور عقل کافی نبید که عالم دیجور روشن بکه و موجودات زنده بتانن خلقت موجودات زنده اتفاق بکنه. ساعت و سومی سازنام آفتاب ساعت و سوم او ساعت سوم که مربوط به بندی چین آفتاب خلق کرده. تمام بی روشن دیجور تمید. عالم دیجور به معنی تاریکی. عالم تاریکی افرمای وقتی که آفتاب خلق کردن عالم تاریکی عالم دیجور روشن بید. امجار ایر روش چا سر و دمی هم او شمم دار ریاضت و خمی. روز چوارم تان زیا او جمع. روز چوارم جمع و شادی و عید کردن. روز پنجمین وستم او شمی. روز ششمین ساختم عالمی. خلقت عالم خلقت شش روزه دیره بس خلقت شش روزه است. 3 روز مرنود و 3 روز قبرتاسی و افتخار خلقت 6 روزه. این روزه گریمن، روز چهارمش عید گریمن و افتخار این خلقت 6 روزه. روز ششمین ساختم عالمی. روز هفتمین زیام او قلمی. روز هشتمین دامان او غمی. جنمان تبل و سور و زمزمی. مرتبه شاهین خیزنا علمی. بهشتمان سازا او در و غمی. گمی و گمور وست و سریمی. ایگام هم آگام چی و روچنی. افرمای الانش هر اوساست که دیری اعتبار نظرم که اوسا در عالم دیجور می 3 ساعت چه معمولیت داشتم و چیم انجام داد. بعد از این غروب روز چهارم که روز عیده، حضرت سلطان و داود فرمایید که 7 سوانه قید بکر روح هم بوا قید و یانیش دواره و نام یاران قبلتاس در پردیور دواره جنگ نکن. حضرت سلطان خطاب به حضرت داود فرمایید فریاد ببینم، فریاد و امر و ازی ببینم، هم 7 لالم بر او قید نگینم. 7 توانم قید بکن. روح و جامشان چی بر دمینه، هر و جای وش شو و شمینه. مظهری هنی بوام جسمینه، هم سر براران نسر زمینه. بزیان راگه قبل تاسینه. دوباره به صورت یاران قبل تاس 7 توانه در پردیور عطر محفوظ هم به 7 برا 7 لالم بزی و هم به 7 برا. روش دوره اون 7 برا 7 توانه برا و یکتر باند و هم چا سرا. چا قبل تاسیان ورگرنان چرا یعنی چراغ روشن کن. چراغ خاندان بیره، خاندان اصل که در پردیور تشکیل 7 خاندان اصله. هم این ریاضت چی مرن نریا، راه قبل تاسی مو هم بو برا. اما این ریاضته که به نام این مرن نیمن در قبل تاسیش این ریاضته باید دوباره تکرار بدرین پیشان این رجوع گرفت. این سروری شد به من یاران قبل